ایشون یه خانم 26 ساله هستن، مورد دندان عقل نهفته افقی که کیس اکسترکشن و خارج کردن هستن. همونطور که میبینیم لثه چسبنده اینجا وجود نداره، این لثه کاملا موبایله و همین کیس باعث میشه که مواد غذایی و بزاق داخل بافت جمع بشه و دندون رو مستعد عفونت و پوسیدگی بکنه. روش جراحی من به این شکله که در قدم اول یک ریلیزینگ در دیستال دندون 7 ایجاد میکنم. به این شکل اینسیژنم رو ادامه میدم. و به کمک سر تیز الیواتور پریوس بافت رو دیتچ میکنم. کاملا باید پریوست بلند بشه، دید من کاملا باید وسیع باشه و بعد با فرز روند در امتداد CEJ از استخوان هاروست انجام میشه. عزیزم این سر صدا شما رو نترسونه. کل تاجم باید اکسپورت بشه. در قدم اول از فرز روند استفاده میکنم و بعد به کمک فرز تیشو عملا از بافت کورتیکه وارد قسمت کنسلیس میشم. وقتی که وارد استخوان کنسلیس میشیم عملا احساس دراپ شدن میکنیم، چون پترن یا دنسیتی استخوان اسفنجی از استخوان کورتیکال کمتره. بعد از اینکه اکسپوژر تاج رو به صورت کامل انجام دادم باید برم سراغ سکشن این دندون، ولی باید اولش کاملا خیالم راحت بشه که به صورت سیرکولار بافت استخوانی رو برداشتم. برای خارج کردن این دندون قاعدتاً چون پس آف اینسرشن ما به سمت دندون 7 هست قطعا باید از سکشن زدن استفاده بکنیم و چون دندون ما حالت افقی داره سکشن ما باید در امتداد CEJ صورت بگیره. میتونیم به چند تا نقطه شده کامل، یک خط افقی و یک خط عمودی. الیواتور ظریف هستم. به کمک الیواتور ظریف یه صدای تق میشنوی، نترس عزیزم. این قطعه ظریف بعد از خارج کردن کامل تاج این سراغ ریشه. من معذرت میخوام عزیزم، برام ریشه رو در میارم، یه چند فشار اشبایی میکنم. در صورتی که میدیدم مقاومتی توی ریشه وجود داره خون ریشه رو هم سکشن میدادم که مقاومت نکنه.
پورت بده عزیزم. ساکشن ته ساکت. و بعد شستشوی دقیق. یه نکته خیلی مهمی که تو خارج کردن دندون‌های عقل نهفته یا نیمه نهفته وجود داره، خارج کردن کامل فولیکول یا بافت‌های گرانوله‌ای که اطراف دندون عقل هست. این فولیکول میتونه باعث تغییرات بدخیمی، البته با درصد بسیار بسیار کم بشه. در نتیجه باید وسواسی به صورت کامل خارج بشه. رانجو و حتما شستشو یکی از موارد خیلی مهمه، چون ما این دندون رو سکشن زدیم و انسان داره مقداری از بافت دندان بافت میکنه و باعث عفونت بشه. پس به صورت دقیق شستشو رو انجام میدیم. تو خیلی از موارد تو ریلیزینگی که ایجاد میکنم اصلا از سوچور استفاده نمی کنم و میذارم که با هیلینگ طبیعی بهبود پیدا کنه، چون این ریلیزینگ ها یه مقدار بعد از جراحی ممکنه دردناک باشن. ولی با توجه به اینکه این دندون نهفته، نیمه نهفته افقی بود و اکستنشن ریلیزینگ من زیاد بود، حتما از یه سوچور استفاده میکنم و قطعا هم سعی میکنم سوچورینگم رو طوری انجام بدم که بافت غیر چسبنده درگیر باشه، نه بافت چسبنده. یک تونه سوچوران تو این قسمت کافیه. یکم بازتر عزیزم.